مادر کریمه چه کار کردی چایو؟ بله. آخه بیار یک پیاله چای مونده هم دیگه خسته هم. چه کاره؟ چی سر صدا داری؟ پیاله چای بیار که بخوریم. پیاله چای بیارم. شما نمیفهمی امروز چی روزیه؟ چرا بفهمم پنجشنبه؟ دل من خوشه قرآن. یک از روزای خدای دیگه. راست میگی. شما سر برج که میشه پول خرجی مادر شما یاد شما نمیره، پول پنتون خوار شما یاد شما نمیره، فقط این جیمه فراموش شدیم. همه گپا کارا همه یاد شما میره. امروز پنجشنبه، امروز روز خدایه. خلاص بابا تم به سر مقد داری، هر کاری که بگی به خدمت تو هستم، ولی چه کار شده اصلا؟ امروز روزیه دیگه، من نفهمیدم اصلا هدف تو چیه؟ چی گپ خودم به چی جنجال داره؟ بابا تو میگم چای بیار، تو به من رد روزارش گرفتی. هیچی دیگه، شما اصلا هیچ چی نمیفهمید از این زندگی، چی نمیفهمید که امروز چی روزی هسته. شما اصلا نه به فکر منیم، نمیفهمم که شما چی جور آدمی. میگم تو چی میگی؟ اصلا چی گپه؟ چرا خودم جنجال میکنی؟ آخه چند ساله که ما ازدواج کردیم، تالی هم دیگه پس تو نشنیدم. به چی خبر دارم؟ من گفتم پنجشنبه یا خوشیم ما دعوت کرده که بریم بخونی از او، یا باجی ما دعوت کرده که بریم من باغچه گه که همینجا بشینیم و اختلاط کنیم. دلم خوشه که مردی دارم بخونه. هیچ چی دیگه اصلا به یاد شما نیامدم. من دیگه به امیت زندگی ما چه کار کنم؟ من دیگه اصلا خود شما یک ثانیه دیگه زندگی نمیکنم. تو چی میگی زن؟ آخه من چه کار کردم؟ من چی گناه کردم؟ اگه گناهی به عزمه دیدی بزن به تا سرمه. خدای ناخواسته رفتم کار خلافی کردم، کار ناشاد ناروایی کردم. به من بگو آخه من بفهمون من چه کار کردم که تو می از من جداشی؟ شما هم مدام همیته میگم یک روز مهمیه شما فراموش میکنه. این دفعه اول شما نیه، هم مدام همیته فراموش کردی. نه مادر شما فراموش شد، نه خواهر شما، نه برار شما، نه زن برار شما، هیچ کی فراموش نمیشه، فقط منم که فراموش میشم میکنم. دیگه خلاص شد، من دیگه خود شما زندگی نمیکنم. خلاص. چی میگی بابا؟ ایت گپا نزن آخه. زندگی خوشت خراب نکن، همین اوقات خور تلخ نکن. چرا ایت کارا میکنی؟ من میگم چای بیار، تو میگی خودم زندگی نمیکنم. خود به امیت زندگی که همین روزه که هر سال به همین روز میشه به شما میگم امیت روزیه، شما یاد شما میره فراموش میکنه. دیگه بس دیگه به صبر تحمل من دیگه خلاص شد. من دیگه میرم خلاص. من دیگه اصلا خود شما زندگی نمیکنم. بفهمیدیم یعنی دیگه برات من نیاری. خودم زندگی نمیکنم یعنی چی؟ اشته روزیه که من نمیفهمم. میگه خودی تو زندگی نمیکنم یعنی چی؟ آخه من یک پیاله چای از تو خواستم. سکو دیگه اوقات اگر طلاق کرد ای فضیت روزی کرده که تو اوقات بار طلاق کنی. سلام علیکم دماد. اشتنه؟ اشتنه خوب جان جور خیر. سلامته؟ دیار هستی جان جوره؟ الحمدلله. میگم چیه؟ میگم دماد کجای خوار من؟ دیر میشدم گفتم با ششمه یک خبر بگیرم. حالا که بیامدم میبینم یک رقمی اعصاب تو خورده. چی گپه؟ خیرت انشالله. چی بگم؟ از دست از این خوار تو برای افتادم. بیامد گفتم پیاله یک چای بیار که بخورم. مانده علا رفت پیاله چای بیاره. بیامد خودم جنگ و جنجال به راه انداختک. حسن میگه تو از این روز خبر نداری. حسن مرچه چود میزون کشته روزیه که از این روز من خبر ندارم. جار جنجال که برفت گفته که برد من نهی انا اگه اوقات مرسه کشته طلاق کرد. عجب. یعنی جنجال شما سر همین روزه؟ خب این کدو روزه؟ من نمیفهمم. من نفهمیدم که هم میگه تو نمیفهمی همین روز چیه و سر همین جنجال که اوقات ما رو طلاق کرد و خس برفت. کجا برفته باشه واله؟ به کجا رفته دیگه؟ غیر از خونه شما دیگه جایی که نداره دیگه. آدمی به خونه مادر تو رفته. خب این کدو روز میگه؟ یعنی معنی نکرد که کدو روز باشه؟ چی نه بابا من نفهمیدم. میگه تو همین روزه نمیفهمی. بابا گفتم پنجشنبه گونه نمیفهمی. هر چی که من گفتم من سر آوردم و سربند آورد و قهر کرد برفت. چیکار کنم؟ روز خاصی حتما برای شما روز خاص ما بفهمونه. نفهمیدی اصلا لازمه که به میت وقت و زمانی وقت بگم من
دیگه به خونه تو نمیام. ای بابا آخه من چکار کردم شب و روز تلاش میکنم زحمت بکشم که شما آسایش و آرامش داشته باشید صاحب لقمه نونی باشید. آخه دومات خوبه گردم اون ماسته به شما بفهمه یک روز خاصه همون روز خاصه شما به من بگین که من برای بگم. به خدا نمیفهمم ایش چه روزیه این زن مرد دیونه کرد. به خدا نمیفهمم چیکار کنم. هم نمیفهمم ولی فکر کنم یک روز خاصی هست که نه تو میفهمی دومات خوبه گردم نه من. سلام. علیکم سلام. و علیکم بابا خوبی؟ شکر. سلامت باشی. چی شده چه گرفت مادرم به کجا؟ من چون مادر تو بیامدم اینجا شریعت و پاکت جنجال و پاکت که تو چرا نمیفهمی. گفتم چی نمیفهم؟ گفت تو امروز نمیفهمی. گفتم ما پنجشنبه. گفتم روزای خدای هر چی گفتم گویی یک روز خاصه تو نمیفهمی و همین جار و جنجال که خودم جمع کرد. گفتم میرم دیگه به خونه تام نمیستم. تو هم نمیفهمی همین روز خاص از چیه؟ گفتم که همین روز خاص چیه که یک زن مادر تو شیلیه که میگه همین روز خاص. خب شما روز مهم یاد شما رفته دیگه. چی روز مهمیه؟ تو بگو که بابا من بفهمم همین زندگی مزم نپاشه. آخه بابا جون سالگرد ازدواج شما و مادر منه. عجب. دومات خوبه گردم راست میگه دیگه هر چی واسه تو بفهمه که این روز خاصیه تو هم نفهمیدی. پس این روز سالگرد ازدواج یک زن خاص بیده. آخه من با خدا نفهمیدم اصلا بیاد یعنی شما سالگرد ازدواج شما باید شما نیه که به کدام سال ازدواج کردیم؟ اصلا یک ذره گرفتاری به سر مسته. آخه من تاشون میدم به دنبال لقمه نون حلاله زحمت بکشم. اصلا فکر من نشد نمیکشم که از خونه دیگه بره. میفهمم با فرین بادم خوارزاده میگه حداقل همین روزا رو متوجهه. آخه باید به یاد شما باشه روز مهمه بابا. آخه بابا جان شما جوانی فکرها شما کار میکنه ما پیر شدیم دیگه حالا مغزو کار نمیکنه. امیدوارم که مادر تو بتونم پس قناعت بدم همین روز خاصرم تجلیل کنم. الو سلام خوبی سلامتی؟ شکر الحمدلله مونده نباشیم. به کجا هستیم؟ خب از صبح چند مرتبه به شما زنگ زدم دلم مثل سیر سر که بریم گیاره. به کجایی؟ سلام خوبی سلامت؟ شکر. هیچی زنگ زدم تو کمی سودا خودی خوب بیاری ایشکی خوار منه سلامم میگم. خوبه خودی خوب بیاری مواظب خوب باشین. خداحافظ. خوبی خواهد خوشحالی؟ چه خبره چی گپا ایت ناراحت چی رقمه؟ هیچ خواه چی بگم دیگه از دست از این مردمه که دیوانه شدم. چرا؟ هم هر سال بریم میگم که همین یک روز مهمیه تو همین به یاد کنه میگه نه به یاد منیه. هم هر سال همین سالگرد ازدواج من از یادی میره میگو تو مرده چی تو وقتی که به من اهمیت ندی خب یاد تو میره دیگه. تو اگه من واقعا دوست داشته باشی به من اهمیت بدی تو بگردی خود تو سنی شما داشته باشی بریم جشن بگیری بریم تحفه بستونی. این مرد نه هیچ انگار نه انگار. یعنی خوار اگه با تو سالگرد ازدواج بگیری زندگی که خوب میشه. خب زندگی که خوب نمیشه. خب بازم من نمیگم که چیز خوان همین معلما که به مکتب میرم همکارام این هم هر کدوم اینا سالگرد ازدواج سیوا سالگرد نامزدی سیوا سالگرد اینا سیوا سلام برن جشن میگیرن. سلام چطور حالا خوبه؟ خوبی شکر شما اشتانیم خوبه؟ خوبی شکر خدا شکر. میگو مادر بریم به خونه بابامو باید چی بیام مادر؟ کی به تو گفت که بیای برد من؟ با بابامو گفتم دیگه مادر وقت بریم. بابا میگو بابا تو بد کرد که گفت دیگه اصلا از من و بابا تو دیگه اصلا هیچ خلاص بخی برو من پیش بابا خب بخی چرا بابا؟ بخی هیچ کدوم شما مرد درک نمیکنه. بخی تو رو به قرآن بخی دیگه برو من پیش بیار خب این خواه اینا مر جگر مر خون کردم. میگم خواه خوبه گردم